به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان گرامی، به برنامه داستان‌های حکمت آمیز خوش آمدید. حکایت زنی پاسبان. زنی پاسبانی سلطان به شوهرش گفت: برخیز از جایت، بلند شو و در رزق و روزی را بزن. برو تا از سفره پادشاه نصیب به دست آری که فرزندان تو چشم براهند. پاسبان سلطان گفت: امروز در آشپزخانه سلطان آتش افروخته نمی شود و طعام هم وجود ندارد، چون امشب سلطان نیت روزه کرده است. زن ناامید شد و سرش را خم کرده به فکر فرو رفت و در حالی که دلش از ناداری و فقیری ریش ریش شده بود و خودش می گفت: مقصد سلطان از این روزه‌داری چیست؟ روزه نگرفتن پادشاه و افطار کردن او عید و خرسندی کودکان ماست. روزه‌خواری که به خیر و احسان فقیران را سیر و شاداب کند بهتر از شخص دنیا پرست است که تمام عمرش روزه‌دار باشد. روزه همان کس به درگاه خداوند مقبول است که به فقیران و بیچارگان خیر و احسان کند و شکم گرسنگان را سیر گرداند، وگرنه نیازی نیست که با روزه‌داری خودش را گرفتار رنج و مشقت کند و سپس شکم خودش را پر کند و دیگران را بی نصیب نماید، یا از خودش کم کند و دوباره به خودش اضافه نماید. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.